عاشقان استیک دارن کامنت میذارن. هر کی استیک نگه تو کامنتات گیه. مستر بیست اومده کل یک فروشگاه رو خرید کرده، یعنی کل وسیله داخل یک فروشگاه رو خریده. فقط اینو بگم که این ویدیو تو زمان قبل آتش بس رکورد شده و بچه‌ها از اصطلاحات جنگی استفاده کردن برای اینکه ویدیو رو فام بکنن. خلاص الان آتش بس شده، اون زمان نشد رکورد کنیم چون نزدیک بود ما رو با بزنن به ترکونن و من نمیتونستم رکورد کنم. درود مستر بیست علی هستم. امروز میخوام هر چی توی مغازه رو براتون غیب کنم. بزن بریم. به نظر میتونی همه اینا رو غیب کنی؟ کجای غیب می‌کنی؟ غیب که والا نمیتونم بکنم ولی میخرمش. عجب آدمی. الان شرایط بعدی از ایران داره این ویدیو دوبله میشه. امیدوارم که حالتون الان خوب باشه که دارین اینو میبینید. متاسفانه من فعلا حالم خوبه از لحاظ مغزی نه. متاسفانه من و کریس و چندلر نمیتونیم همه اینجا رو غارت کنیم. واسه همین ما غارتگر آوردیم بچه‌ها. باری کلا. عجب پدر سگایی. حواستون باشه هر چی بهم واسه کمک کردن نه واسه احتکار. اوکیه برید. رسما این ایرانه ها. یا گوش سر و صدایی میاد پسر. قشنگ احتکار میخوام بکنن. این هوا گشنه رو داری؟ من فقط لیست مخاطبینم باز کردم، زنگ زدم گفتم که آیا گشنه گدا هستین؟ گفتن آره حتما و پریدم با کله اینجا همینطوری بوده. مقدار شکول نعنایی و بازم شکول. بعدا خودم شکولی اختراع میکنم که همش رو با انگشتاتون بخورید. این ویدیو قبل از شکولای فستیوال بوده. بعدها واقعا اختراع کرد. اوه این داشمون عینکی چشوش هم سو نداره. بهتر براش کنسرو هویج هم بزنم. ان شاءالله که خوب بشی. اوه این پسری آب میوه ور نداشته. حاجی به کمک نیاز داری؟ یکم برات آب میریزم. آب میوه. آب میوام تو یخچال نیست خودش. عالیه. عالیه. خب چرخ دستی پر شد. این کارتو بگی برو حساب کن. دم این مورد علاقه من میشه بردارم؟ خیر. واو. میشه منم یه کمی تنسوپیس بخرم؟ آره این چرخ دستی خدمت شما هر چی بریزی توش حساب میکنم واسط. آره یعنی چند تا شاره تورچه چیز شورم بر بزن. دومین بارمه که تو صف وایسادم. آره کثافت مفت. یعنی حتی تو آمریکا هم باشی مفت خوره. آقای مستر بیست ممنونم. من تا حالا هیچی مجانی نگرفتم. چیا برداشتین آقا؟ هر چی دستم رسید. خب بس برید حساب کنید. این کارت هم برای تو بیا. شفاف می‌کنید که جنگ شده می‌خوایم اینا رو برداریم بریم به پناهگاه، ولی نه خب اینا برای خیریه هستن در واقع. میدیمشون به بانک‌های غذایی و سرپناه و اگر کسی مثلا لوبیا خواست تو خیابون بهش میدیم همینطوری. خب چه کاریه بفرست ایران. میدونستی با اسم تو لوبیا ساختن؟ غلط 20 دیگه نیست. تو چقدر نمکی کو. هی داستین چی کار می‌کنی؟ یه تون ذرت. جون ذرت فندک داری؟ آره واسه چی میخوای؟ واسه جوزفی. تو چقدر نمکی کو. راستین کجا رفتی راستی؟ خیلی خب خور فروشگاه غارت شد دیگه کلش. یه مشتری اونجا داریم که یه چرخ دستشه. جدی؟ ولی اون پر نیست و باید پولش حساب بشه. مشتری واقعیه؟ آره مشتری واقعی. ببینم چیز دیگه نمیخوان. نه جون برات آفر دارم. هر چی برگردی بیای بخری برات حساب میکنم. دیگه یارو چیز پدر سوخت پشت پیش خان میگه برو بخر. پولا میره تو جیب من دیگه بعد برو بخر. حساب میکنم روی همین. آره پفک پنیری. پفک مخواد. پفک شوکه. لا جا مری پفک اون طرفه. داده شوکه. پس دیگه کارش راه افتاد دیگه. بریم. به ولا که کریس الان فقط دنبال پفک و چربی خوکه. یه بشکه چربی دارم. غمگینم. چرا؟ اون چیتوزو مال من باید میشد. این همه برای پیرزنه؟ حاجی به خدا اینجا مکان ما نیست. هر چی بچه بود از تو مخاطبینم جمع کردم آوردم اینجا چیز جمع میکنم. کجا میری؟ عاشقان کریس، تومه های کریس. چرا بازی میکنی بابا؟ بردار ببر اینجا بودو دیگه. کلی سیب زمینی گرفتم با یه قوطی لوبیا. تا الان چقدر پیاده شدیم؟ $850 و 2 سنت. اکثرش پوره سیب زمینی بوده. حالا که فکر میکنم جدا توی پاچم نمیره داره فرو میشه بهمینا. چیزای بهداشتی هم برداریم مثل دستمال. آفرین. بذارش. چقدر خوبه بر خودم بردارم از اینا. فقط امیدوارم که دستمال عادی باشه. چیکار داره میکنه کریس؟ این سهم منه، مال منه. دوباره پرتش نکن. پوفیوز چرا این کارو میکنی؟ چرخ دستیس خالیه. چی میگی؟ یه کهکشان توشه. ای کریس چیز. از اونجایی که داریم همه چی رو میخریم خب از منم راحت باش. دارم تلاش میکنم با خوردن براونی سالم باشم. با این مشکل بیگ سایز مواجه شدیم. چرخا پرن اما چیکار کنیم؟ پشت سرمون چه خبره؟ یه مشت از تو دیوونه تر. چه خبره؟ هر چقدر داره برمیداره هنوز تمام نمیشه. دیوونه میشم. مشتیا آقا قصد صد مبر نداشتی. به خدا خجالت هم نمیکشم. بفرمایید بخوریدش، اسرافش هم نکنید. میکنن؟ I don't know. یعنی شما بعد اون ویدیو هنوزم اینو میتونین بخورین؟ آره اون ویدیو رو دوبله نکردیم. اگر میخوایم اون ویدیو کثافت اون ویدیو بگین. چه بگم والا؟ میشه همه اینا رو توی کیسه بذارین؟ بله حتما. موزنه قاطی کرد.
چرا اینجوری شد؟ قبلا یه ویدیو ساختم که به سری بی خانمان و پناهگاه‌ها ابزار دادیم. تو ویدیو یاد گرفتیم که بی‌نظمی دردسر داره، واسه همین این بار شیرینی‌جاتو مثلا اینجا چیدیم که نظم داشته باشه، یا مثلا غذای خوردنی و این ورتر چیزیم که حالا خب مثلا بتونیم نظم بیشتری دادی باشیم. مرسی ولی توضیح دادن اصلا مهم نیست. به خدا کجوان رو ساب کنید، این ویدیو داره توی جنگ براتون دوبله میشه. اینجا هم که وضعیت داره خوب پیش میره. این همه چای رو نگاه کن. پسر are you kidding me؟ سلام آبجیا. خاک بر سرت بکنم کی اینو دوبله کرد؟ پسر are you kidding me؟ سلام آبجیا. واقعا فقط داریم وسایل جمع کنیم، اصلا نمیدونیم که چقدر قرار بشه، ولی میدونم که چربی خوک واقعا گرونه که کریس دمش گرم داره جمعش دارن میکنه. غذای بیشتر میارن همون موقع که ما داریم میخریمشون. حاجی چی میگی؟ غذا داره دنده لازمش نداریم، برید لازم گم نداریم. شین. خدا داره پول خیلی خرج میشه. بچه‌ها با این وضعیت برید شاپ سرویس و مرچ من خرید بکنید، وگرنه من اینو میکشم، چون که واقعا غیر منتظره بود واسه من. یارو پدرسگ فروشنده حال کرده بود، زنگ زد بازم محصول آوردن بفروشن، دیده تنور تاق گفته بچسبون. تاق یه دونه انار، دو دونه انار، سه دونه انار. ای زیر کلی غذا دفن شدم. عالیه، کثافتو دفنش کنید. خوش میگذره. آره خوشگله مالیه. همین می‌خواستم. آفرین گرت، بهت افتخار میکنم داری تو دسته میکنی تو میول. نوکره. مسئولیت چی بود؟ هر چی تو مغازه رو غیب کنی. ما اینجا هر چی هستو با غیب بکنیم جز موز، چون که چیز میشه دیگه. آره. چقدر مهارت‌های بیخودی داری. یعنی برای گروه قدیمی مثل تنگ شده واقعا. یارش بخیر سالها پیش. و رسیدیم به 14279 دلار و 3 سنت. عالیه. و این تازه یه صندوقه. این یکی صندوق هم 6261 دلار و 70 سنت. خود من الان حدود 23000 تا رفته توی پاچم. 100,000 تا خرج کنیم. 100,000 تا. آره. پس 23% رفته. تقریبا آره. خیلی خوب فعلا. چندلر از خیارشون متنفره، شاید چون شروع نمیتونه رد بکنه توش، پس میریم شوخی بکنیم باش. چند کجاست؟ چندلر بابا رفت توالت. فقط از چندلر برمیاد، جز کالا میتونه خودش هم غیب کنه. آره رفت توالت تغییر چندلر کنه. برات سورپرایز داریم. عملیات شروع شد. ترسید بدبخت. گفتی که کجوانو ساب بکنن؟ آره گفتم لایکم بکنیدش. کل این راه رو رتته. 5 تا دیگه مونده. مشکلی نیست، یعنی 20%. بریز بیسکویت‌های پدر جوان. بیسکویت های پدر. هوامو داشته باش. میرم و میام. دقت کردین از وقتی که دوبلور چندلر رو عوض کردیم خیلی گی نشده چندلر؟ کارمنده احساس می‌کنم توی جوا دارن غرق میشن. بزن بشکن رو، بزن بترکون. آره همونجا رو بگیر. وای ننداز تو. او پسر عجب بکی داره. این سیاوشه که اشتباه گرفتمش. اوه سیاه، الان سیاوش اسمش بود یا لقبش بود؟ او پسر همه این چرخ دستی ها رو ببین، اینجا انگار آخر زمان شده. اصلا فکر نمی‌کردم که اینقدر بشه. فکر کنم که تا شب درگیر باشیم. خیلی زیاد شد. خدای من. بریم واسه چک کردن مجدد. تنها روی این یکی 25000 تا تقریبا و روی اون یکی 8000 تا دقیقاً. خدا. اول صبح تو این ردیفا که دارم نشون میدم کلی چیز بوده، ولی دیگه الان ننه بوده، یعنی دیگه نیست. یه پیسر. آره همه به زست نیاز دارن. لوشیه اینجا رو باشین. خوش دیب. ای چهل پدر. بابا اونو نزن. خوش دیب. خوشتی عصبی شد. یک بری. خیلی خب همه چی اینجا تخلیه شده و تمامه. هی چندلر اگه اینجا باشه که به معنی کلمه نمیتونم بگم تخلیه شده اینجا. پاشو برن شو. خستمه. خسته یا دنبال یه بهانه بودی که گیر کنی توی یه سوراخ تا یه استرپرو بیاد نجاتت بده؟ گی. خستمه. میرم توی دیوار آگهی میکنم یه چندلر بازنده برای فروشه. تو قزوین آگهی کن. چندلر فروشی گذاشته. نه. عالیه این ردیفم خالی شد. پشتمو بتکون. اوکیه هواتو دارم. دوست دارم. کجوانم مثل سرویس بهتون خونه میده، پس سابسکرایبش کنید کیف کنید. غلط مفت کرد ولی سابسکرایب کنید. دروغ گفتم. مرسی ولی سابسکرایب کنید. ای ذلیل بشی مرد. خب کار سری پیش نمیره. من از کف خیابون رفتم آدم آوردم که اینجا کمک میکنن. نمیدونم که چقدر قراره بهشون بدم، ساعتی دارم حساب میکنم، ولی 25 نفر فکر کنم بشن. آره تا دسته رفته تو. هی چی اونجاست؟ چندلر داری چیکار میکنی؟ یه چی دارم میخوریش بیسکویته. بیا. حله. خیلی خوب بود. جدا یه اتفاقی داره میفته. خدای من 10,000 تا. آره عالیه.
از شما عزیزان تشکر میکنم. مرسی. داره به چه زبانی میگه؟ تاتاشی توشه. باشه. تو تاتاشیش عروسیه. تاتاشی توشه. باشه. آره آریگاتو. خیلی خوب گفتم. آره بابا. ممنون مستر بیست. ممنون مستر بیست. واقعا چکرم داشت. مستر بیست رو ساب کنید، خیلی بچه با من آمیه به ملا. کسب و کار رونق داره. مرسی فداتون بشید. آی خدای من. اینا خوشحالن که خرید میکنن، من ناراحتم که خرید میکنن. کجمانم مثل توه. نه بابا اون اوکیه. آره بابا من اوکیم. امیدوارم نه شما و نه کجمان فشار خورده باشین، چون همینا مستقیم میره توی خیریه. البته واژه مناسبی نبود ولی خب این بابا سیاهی میخواد یه چیز بخره اوکیه. از اونجایی که نیازمندی یه چیز نخر، 100 تا چیز بخر، هر چی بخری حساب میکنم. آره نرینی داداش سلطان. مفت باشه. من نرید. آرام شما باش. نرینیدا. نه. A B C D E F G H I J K. واسه ببینم این چیمیه پدر مرده از پسلو نخای باباتی وایسا. غلط کردم. همین کارو کردی که اخراجت کردن دیگه پرستک. البته اخراجش کردن یا مرد نمیدونم، فکر کنم مرد. هی یاسی جونم. چیپسا رو برداری راستی. حله. مسخره. علی هی لور بزن سس بکن توش. فکر کنم کچاپا واقعا تموم شده. نگاه کچلو ببخشی خیلی شرمنده. نمیفهم چی میگه. طارق اون زمان خیلی احمق بود. واقعا الان خوشحالم میخوره بهتر شد از لحاظ مغزی. نمیدونم چرا. رفیقین عالی به نظر میاد. عالی تر از اون ایناست که تا شب طول میکشه بیاد. یکم طول میکشه. هی میبینی وقتی کمک میکنه چی میشه؟ همه چی رو یزید میندازی. جبش پاره بود. کمک آره نکن. بابا. مرسی. خیلی خوب بیاین یه قدمی بزنیم. همینطور که میبینید خالیه و راهروی شماره 3 اینجا هم چیز کریستو بگو خالیه. و راهروی شماره 5 هم در واقع تقریبا میشه گفت پره. این نوشابه مشهدی هم اینجا که با جمع بشه. این لعنتی خیلی سفته، انگاری که یه دونه بمبه. میخوای بازش کنی؟ یا برو این وعده کاظم 3 خیلی وعده کاظم سنگینیه سه. جیمی. خوشری به $100 میدم که بازش کنی. $100 بعد صادقه سه همین میچسبه. $100 واسه دوربین خیس کردی. خیلی خوبش $200 میدم. اوکی عزیزان اگه کجبان حساب کنید آیندهتون مثل من میشه، ولی اگه حساب نکنید آیندهتون مثل کریس میشه. خب آینده با من چرا تشکر. هیچی نشد؟ آینده من چی آره میشه؟ تالیه. یه خاک اندازی چیزی بدین. چه ربطی داره چندلر؟ اون مایه. این جاروه نمایه. چه ربطی داره؟ ابله. شما چند وقتی دارین این کارو میکنین؟ 4 ساعت. 4 ساعت من توی 5 دقیقه انجامش میدم. بوم بوم بوم. بازنده. اینم از پایان ویدیو. مثل همیشه لایک و کامنت و ساب کردن چنل پایان ما نیست. فراموش نشه. آقا شوخی که هنوز صندوقو چک نکردیم. 2 ساعت اینجا خوابیدم از ترسم نمیخوام. و اینا ما آخرین اقلام غیر فاسد شدنی هستن که پناهگاه گفتش اینا رو نمیخواد. اشغال نمیدونم چرا ولی خب اوکیه. چطوری مرد؟ خوبم حالتون چطوره؟ علی چه خوشگل شدی امروز. هوملسمنه بچا یه بی خانمان آورد. قربونت برم. ما همین الان کل این فروشگاه رو تخلیه زدیم. این راه رو خالیه. کریس یکی چطوره بگو. خالیه. آره این کلی توش وسیله بودش. اوه اینجا هم خالیه. چیکار کردیم؟ مثل حساب بانکیت. آره تا دسته رفتون ولی خب به خیریه میدیم دیگه، همینش خوبه. بریم بزن بریم. یکم طول کشید که کنار بیام با یه کلی هم میشه زندگی کرد. آخه $70,000. هیچ وقت فکر نمی‌کردم خالی کردن فروشگاه اینقدر گرون باشه. چرا؟ تازه فقط صورت حساب کلی آدم آوردم که کمکم بکنن و دوستای خودم هم هستن دیگه. خب بگذاریم بریم چی میشه. چاپ رسیدش جالب قرار باشه. وای خیلی جالبه. وای تا صبح آقا قراره یالا رسید زود چاپ باش. کنه. داری چیکار میکنی؟ این جدا رسیده ماه. شده $70,000 خاروبا. این باید گرونترین کراوات دنیا باشه. یه رسید $70,000. تو گفتی $70,000؟ احسنه. این گرونترین کرواتیه که من تو کل عمرم دیدم. آره این دیوونه کننده هست. شات بگیرین. من خود یه کراوات واقعی رو نمیتونم اینقدر قشنگ و دقیق ببندم. واقعا درود به شرف. با اینکه یه مش کاغذه ولی انگار دنیا رو دادن به من. خیلی حس خوبیه. این مردی چی اصلا خوشو نرمه قاطی احساس اینا می‌کنم. کرد. ببین چقدر بلنده دست میزنم میخنده. رستو میگم 6 متری فکر کنم باشه. سوار ماشین شدن رفتن. خیلی خوب ما توی بانک غذا هستیم. قرار بهشون غذا بدیم. چیز اینا رو بدیم. همینا رو بدیم بهشون. میدیم غذا که در بیان از عذاب. شاید. مواد میزنن میرن فضا. صاحب کن کشبانا نرو لاغازا. چی؟ چی گفت؟ خوش داد؟ اوه جو صابون گلنار صابون دیگه هم هست. آره صابونه شرکتی دستسازا بینشون نیست. سیدنی توی چی ببخشید. یکی صابونه شرکتی دستسازا بینشون نیست. یوتیوب
عملیات گشنای گداگودون همین الان تموم شدهش. عالیه. نگاه نکن مرد که اینو مال منه. برو کنار هوشه. جدی وایکینگ خدافظ. او از اینا. خیلی خوب این مال منه. باز شده که باز شده. چندلر چیکار میکنی؟ آره باید به همه غذا بدیم ولی خب یکی اونجا هست که باید بریم به غذاشو بهش بدیم. پشتم بیا. ببینم الان دزدی کردی؟ آره برداشت در رفت. ای مارموز. چندلر یه دقیقه. چندلر خوشتی برگرد نگاه کن. اینا مصادره میشه. فیس تو فیس. همین الان از جیبش افتاد. چه کنم؟ میشه نکنی چندلر؟ چه کنی؟ دزدی نکن. خب کامینه خیلی خوب کنجکاو شدم ببینم چقدر پر. یا حضرت پشم هیچ وقت رو فکر نمی‌کردم این قبر توم اونم تو دسته مادرتون نمیشه در نمیاد. خیال تخت الان خودم برات میارمش. نه سنگینه خدا. سیاه یه سفید اینا میتونن. به پا نیفته. دلم برای اینم تنگ شده. وایکینگ فکر کنم تو ویدیوش مواد زد. یعنی تو ویدیو نزد. فکر کنم تو یه جایی زد دیگه. بزرگوار اینا چیزایی که رفته توی پاچم. میخوام همشو تقدیم خیریه ازتون بکنم. اونم با عشق. بفرمایید. ما در هفته حدود 1000 تا 1500 تا خدمات میدیم. زمان مناسبی رسید چون قفسه ها کاملا خالی بودن. تا اینکه شما اومدین و دمتون گرم. واقعا واسه خودم هم عجیبه که چطور همه چیز توی فروشگاه رو غیب کردیم. پس اینا دست آدمایی میره که نیازش دارن. آره عالیه. ارادت تکمیله. واسه اون بچه‌ها بگو که از من کانال کجوان رو ساب کنن. یه سوال بچه‌ها که غذا ندارن برای خوردن اینترنت و گوشی از کجا گیر بیارن برای سابسکرایب کردن؟ خیلی خب بچه‌ها این ویدیو واقعا واسه من گرون تموم شد. واسه همین برید در مرچ من خرید کنید و اینا من شما رو با دوستتون دارم. خیلی زیاد دمتون گرم. کلی بودی خفن هستش که میتونه هر کدوم که خواستین رو بخرین. همچنان دوستمون داشته باش. علاوه با خرید یه دونه از این هودی‌ها بهتون آفر داده میشه. یعنی 3 تا صابون دستاست. اسم برند صابونا چیه؟ صابون نازنازی. البته این صابون هنوز در حال ساخته. توی کامنت‌ها بنویسید که چه رنگ و چه بویی رو دوست دارین ازش درست شه. و اینم از این ویدیو. تک تک چیزایی که خریدیم رفته اول توی پاچه من و بعد رفته توی خیریه. یعنی فرو رفته توش و اول فرو رفته تو من. البته که جز این خریدا مردمی که اومدن کمک کردن باز کردن توی پاچم. دمشون گرم. و در آخر امیدوارم که سلامت و پولدار و خفن زندگی کنید. ما تو بناکای حیواناتیم و داریم آخرین وسایلی که هست سیولات گرفتیم و اهدا میکنیم. اینا غذای سگ گربه است پس نمیتونیم به آدمای بی خانمان بدیمشون. به سگای بی خانمان بده. خب حالا این غذا کجا میره؟ ما سالانه حدود 3000 حیوان اینجا نگهداری میکنیم و این خرج همه اونا خواهد شد. خیلی عالیه. خب خوشحالم که تونستیم کمکتون کنیم. و مثل همیشه لایک و کامنت و ساب کردن کانال کجوان فراموش نشه. سابسکرایب کن وگرنه اکانت فورتنایت تو دیلیت میکنم. دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. مثل ترجمه کردی. خیلی جدی‌ام. آره میدونم. بعدش بقیه اکانتاتو دیلیت میکنم. اوه اگه بازم نکنی تو رو اگه تام بای باز بودم از همین الان رو کریس سرمایه گذاری میکردم. از اونجا که تو این ویدیو ثابت کردی و 100% هستی و سرمایه گذاری تو کردی ولی خب شکست خوردی دیگه. تو هم اگر میخوای تام بای نشی یه کامنت بذار همین الان زود باش. اینم ببین. خداحافظ.